بیبی خسته میشی که تو خجالت نمیکشی تو نشستی بیبی من داره کار میکنه؟ فهمی الان من داشتم سیخ میزنم. چشم الان با میجام واسه میبازم. آقا فراد گوش رو گوش. خاک تو سرت کنم. در قابلمه جوجه کشی تو واسه ما یه جوجه نکشیدی. گم شو اونور. اتفاقا یه دختر خاله داره 70 سالشه، همه چی فابریک به جز دندوناش فقط یه ذره مصنوعیه. میخوای؟ آره پسرم اتفاقا براش بگیر شبا که دندون مصنوعیاشو میزنه تو لیوان آب نمک، صبح با همون لیوان براش برنج خیس کنه. بابا به بنازم. گوش رو نگاه همش گوشته. نخور گوشتا برای تو نیست. تو دیگه سنت رفته بالا، 100 تا مرض میگیری، نقرس هم میگیری. برای عشقمه. اون نمیگیره؟ نه اون نمیگیره. واسه تو هم خوب نیست عزیزم، نه که سنت بالاست. گوشت خوردن دندون سالم میخواد، با 32 تا دندون مصنوعی که نمیشه. آخه عزیزم بیا بال بخور، انقدر چاق شدی دیگه نیاز نیست راه بری، قل بخوری به مقصدت رسیدی. پامیشم جرت میدم ای من نخدم شیش صبح اینستا با اسبای قد جغ دایمه ذاکر برتوف بودی